قرن تمدن یا عصر مشعشع. بوالعجب جنگی اروپای دلاور میکند، نوجوانان را همه در خون شناور میکند. این چنین جنگ عظیمی را که باور میکند؟ ریشخند خلق کار تیر و خنجر میکند، ریشخند دردمندان فیل را خر میکند. هر کسی بنشسته در هر گوشه با آه و فسوس، از یهود و ملحد و گبر و مسلمان و مجوس. صحبتش از جنگ اتریش است و آلمان است و روس، گاه هم از ترس صحبتهای دیگر میکند. ریشخند دردمندان فیل را خر میکند. انگلیس و روس آلمان کرده همت صرف جنگ، از هوا باریده در پاریس گویی برف جنگ. بر زبان خلق دنیا نیست غیر از حرف جنگ، چرخ دنیا را زبان خلق چنبر میکند. ریشخند دردمندان فیل را خر میکند. روز و شب از 6 جهت توپ و مسل در نوا، چون کبوتر صف زده آیروپلن‌ها در هوا. خرمن آتش شده در این زمستان ماسوا، برف و یخ گویا حرارت را فزونتر میکند. ریشخند دردمندان فیل را خر میکند. انگلیسیان با غریو و طبل و کوس از یک طرف، عسکر عثمانی و قفقاز و روس از یک طرف، های و هوی لشکر روس و پروس از یک طرف، صوت توپ و بمب گوش چرخ را کر میکند. ریشخند دردمندان فیل را خر میکند. گاه میگویند شد مقهور روس از آلمان، دولت بلژیک شد آواره و بی خانمان. دیگری گوید مکن باور که در آخر زمان، مملکتها را همه آلمان مسخر میکند. ریشخند دردمندان فیل را خر میکند. این خبرهای صحیح و بیخلاف از رویتر است. این شکست روس و آلمان در مصاف از رویتر است. این که حرف رعد و شورا شد معاف از رویتر است. از خبر رویتر جرائد را معتبر میکند. ریشخند دردمندان فیل را خر میکند. این شنیدستم که یک دست در میان مدرسه، بود تحقیقات از علم حساب و هندسه. گفتگوها مختلف شد زان میان با وسوسه، کبلا باقر 1 سال از شیخ جعفر میکند. ریشخند دردمندان فیل را خر میکند. گوید ای صدر مکرم ایها الشیخ الرشید، آخر این جنگ و این دعوا کجا خواهد کشید؟ روس یا آلمان شراب فتح را خواهد چشید، چرخ بازی گر کدامین را مظفر میکند. ریشخند دردمندان فیل را خر میکند. شیخ میگوید به باقر ایها الشیخ النقر، کافران را بعد مردن هست جایی اندر سقر. ما شویم اندر بساط ناز و نعمت مستقر، حور بهر ما به باغ خلد زیور میکنند. ریشخند دردمندان فیل را خر میکند. ایها الباقر، در این دنیا فلاکت مال ماست، غفلت و بیعلمی و فقر و مذلت مال ماست، لیک اندر آخرت 6 دانگ جنت مال ماست. مرد مؤمن که خیال اسب و استر میکند، ریشخند دردمندان فیل را خر میکند. ایها الباقر، مشعشع شو در این عصر جدید، میرسد اسلامیان را صاحب بطش شدید. تا نگیرد کفر دنیا را نمیگردد پدید، آنکه با شمشیر قطع نسل کافر میکند. ریشخند دردمندان فیل را خر میکند. اندرین قرن تمدن راحت و آزاد باش، اندرین عصر مشعشع باده نوش و شاد باش. اندرین دور طلایی خرم و دلشاد باش. این تمدن طرح قوچان خاک را زر میکند. ریشخند دردمندان فیل را خر میکند. کبلا باقر بعد از این صحبت معلق میزند، چند چک بر گردن آخوند احمق میزند. یه قلندروار مجنونانه حق حق میزند. گاه یاهو میکشد تقلید کفتر میکند. ریشخند دردمندان فیل را خر میکند. شیخنا، گر معنی عصر مشعشع این بود، پس به جان هر مشعشع لعن و نفرین بود. هر کسی بر این مشعشع بگرود بیدین بود. این مشعشع سطح دنیا را پر از شر میکند. ریشخند دردمندان فیل را خر میکند.
هست معنای تمدن گوییا خون ریختن، یا که جمعی بیگناهان را به دار آویختن، یا که شهری را چپاول کردن و بگریختن. این تمدن زود زردک را چغندر می کند، ریشخند دردمندان فیل را خر می کند. ایها الشیخ المعظم، خاک هندوستان چه شد؟ در شمال غربمان قفقاز و داغستان چه شد؟ در جنوب شرقمان دشت بلوچستان چه شد؟ الجزایر را مراکش خاک بر سر می کند، ریشخند دردمندان فیل را خر می کند. کفر دنیا را فرو بگرفت، ما کی مانعیم؟ همچو شاه سلطان حسین ما بر صفا آهان قانعیم. ناامید از هر طرف محتاج لطف صانعیم، کار ما را کردگار حی داور می کند، ریشخند دردمندان فیل را خر می کند.